درود و سلام به همه دوستان عزیز. من مهدی دخیلی هستم از آکادمی مهکد و در خدمتتون هستم با آموزش 0 تا 100 جز به جز با نگاهی جامع و متفاوت به نرم افزار اتوکد ورژن 2020. در درس اول پکیجی که براتون آماده کردم با محیط نرم افزار آشنا میشیم. بخش‌های مختلف نرم افزار رو خدمتتون معرفی میکنم و به نکات مهمی در مورد نرم افزار اشاره خواهم کرد. از درس‌های بعدی به ترتیب با ترتیبی که براتون در نظر گرفتم و طبقه بندی و لیستی که آماده کردم به ترتیب دونه به دونه این تب‌ها و دستورات رو خدمتتون با جزئیات کامل توضیح خواهم داد و میتونید تمام ویدیوها رو از پکیج در پکیج مربوط به خودش که اتوکد 2020 هست ببینید و استفاده کنید. در ادامه درس امروز هم برای دوستانی که از صفر نرم افزار رو باش آشنا میشن بازار کار این نرم افزار رو خدمتشون معرفی میکنم و شاخه‌های مختلفی که میتونن با یادگیری این نرم افزار بدون هیچ پیش زمینه‌ای صرفا با دونستن مبانی ابتدایی کامپیوتر میتونن این دوره رو بگذرونن و به صورت حرفه‌ای وارد بازار کار متفاوتی بشن و از بین شاخه‌هایی که خدمتتون معرفی میکنم شاخه‌ای رو برای فعالیت انتخاب کنم. بعد از نصب نرم افزار و کلیک بر روی آیکون نرم افزار به این صورت باز میشه و شما تب استارت رو این گوشه سمت چپ میبینید. تب دومی وجود نداره. این تب ریبانی که الان میبینید و باز هست تبیه که من خودم باز کردم و جزء شیت های جدید هست. در تب استارت و صفحه اولی که وارد اتوکد میشید میشه گفت مهمترین موردش بخش ریسنت داکیومنت هستش که شما لیستی از کارهایی که قبلا انجام دادید، فایل هایی که قبلا باز کردید و پروژه هایی که روش کار کردید رو میتونید ببینید. با زدن دکمه آبی رنگی که گوشه سمت راست بالا هست میتونید اون شیت ها رو پین کنید و دوباره ازش استفاده کنید. بعد از پین کردن و باز کردن مجدد نرم افزار میتونید اون موارد رو دوباره ببینید تو ردیف اول، دوم یا سوم با ترتیبی که براش در نظر گرفتید و به راحتی با کلیک بر روی اون یه دونه کلیک بر روی خود فایل به این صورت وارد شیتتون میشید. بنابراین در ریسنت داکیومنت شما پروژه‌ای که قبلا کار کردید و لیستش رو میتونید اینجا تعدادی ازش رو ببینید و به این ترتیب خیلی سریع وارد پروژه‌هاتون بشید. از پین هم میتونید استفاده کنید. در قسمت پایین 3 تا گزینه وجود داره. گزینه اول به همین صورتی که الان ملاحظه میکنید میتونید نمایش داده میشه براتون و میتونید ببینید تصویری از پروژه به اضافه اسم. مورد دوم تصویر کوچیکی از پروژه به اضافه لیست کامل مشخصات آدرس و تاریخ و ساعت و در انتها هم با زدن گزینه آخر میتونید لیست کاملی از توضیحات پروژه در واقع آدرس و مشخصاتش رو بدون نمایش تصویر ببینید. به صورت لیست نشون میده خدمت. در سمت راست و بخش نوتیفیکیشنز و کانکت شما اگر ساین کنید وارد و عضوی از مجموعه شرکت اتودسک بشید میتونید فیدبک بدید به شرکت و همینطور که میدونید حتما نرم افزار اتوکد سالهاست با فیدبک هایی که کاربران به این مجموعه میدن با این قدرت ادامه داده کارش رو و به این حدی از پیشرفت رسیده که میشه گفت بهترین در مجموعه نرم افزارهای طراحی و مهندسی است و کاربران زیادی تو دنیا دارن از این نرم افزار استفاده حرفه‌ای میکنن. بنابراین اگر لازم میدونید که فیدبکی به ایرادی، مشکلی یا موردی رو برای شرکت توضیح بدید میتونید اینجا ساین کنید، عضوی از این مجموعه بشید و فیدبک داشته باشید. نوتیفیکیشن ها رو هم میتونید ببینید اگر آپدیتی براتون در نظر گرفته، ورژن جدیدی میادی و یا تمپلیت هایی رو براتون معرفی میکنه که در وبسایت قرار داده میتونید از اینجا ببینید. در سمت چپ Get Started شما با این بخش Start Drawing
مواجه میشید که با یک بار کلیک بر روی اون وارد یه شیت جدید میشید. همونطور که میبینید با یه اسم دراینگ 2 براتون یه شیت آماده کرد، صفحه کاری آماده کرد که واردش بشید و شروع به کار کنید. نکته مهمی داره که شما به محض اینکه وارد این بخش میشید، یونیتی که نرم افزار به صورت دیفالت براتون تعریف کرده یا واحد اندازه‌گذاری و ترسیم برای شما متریک نیست. در واقع معمولا لازمه که واحد اندازه‌گذاریتون رو تغییر بدید و شروع به کار کنید. در مورد واحد اندازه‌گذاری یونیت ها در پکیج مفصل صحبت خواهد شد. عرض کردم در درس امروز صرفاً با محیط نرم افزار آشنا میشید و در درس‌های بعدی به ترتیب همه این موارد با جزئیات کامل خواهم رسید. بنابراین به محض باز کردن نرم افزار اگر استارت دراینگ رو بزنید و شیت جدیدی باز کنید، میشه گفت به قطع میتونید وارد این بخش بشید از اپلیکیشن منیو بالا که کمی جلوتر دوباره توضیح میدم خدمتتون و اینجا بیایید یونیتش رو ببینید. همونطور که میبینید یونیت بر اساس اینچ تعریف شده که اگر لازم بدونید میتونید تعداد رقم اعشارش رو و یا اون رو به سانتی متر یا میلیمتر بر اساس نوع فعالیتتون تغییر بدید و شروع به کار کنید. در مورد یونیت ها و موارد دیگرش هم جزئیاتش صحبت خواهم کرد. تمپلیت ها در بخش پایین تمپلیت های آماده ای هستش که در مورد خود تمپلیت، نحوه ساخت تمپلیت های مخصوص به خودتون اختصاصی هم مفصل صحبت میکنم در این پکیج. اینجا نمونه هایی براتون آماده کرده، کادرهایی برای دور نقشه هاتون میتونید ببینید از نمونه هاشون. اینجا هم حتما دقت کنید اگر به این موارد میرید و استفاده میکنید از این موارد نمونه به متریک بودن یا امپریال بودنش توجه کنید. واحد اندازه‌ای که توش قراره کار کنید مهمه. این بخش Create New Sheet Set. شیت ست خودش یه ویدیو مفصل در موردش آماده میکنم. در درس مربوط به شیت ست رو اول ببینید. اینجا صرفا ایجاد شیت ست در شروع درس این پکیج اتوکد تعریف درستی شاید نباشه، چون مبحث مفصلیه. در شیت ست شما یاد میگیرید که چطور صرفا با یک کلیک ده‌ها یا صدها شیتتون رو به پرینت یا پلات و یا پی دی اف تبدیل کنید. درس بسیار مهمیه، حتما ویدیو مربوط به اون رو ببینید. اما از اینجا هم بدونید که دسترسی براش وجود داره و میتونید اینجا شیت ست تعریف کنید. اوپن فایل رو بزنید، وارد آدرس درایوتون میشه و مشابه تمام نرم افزارها فایل مربوطه رو میتونید کلیک کنید و باز کنید. بعد از انتخاب نرم افزار میتونید دکمه اوپن رو بزنید و وارد فایلی که از قبل مشابه این مواردی که در ریسنت داکیومنت میبینید بشید و کارتون رو ادامه بدید اگر قبلا کار کردید و ذخیره کردید. اگر شیت ستی آماده کردید، همونطور که گفتم درس مربوط به خودش رو باید ببینید. شیت ست ها رو ایجاد کردنش رو یاد بگیرید. اگر در درایوتون در جای خاصی شیت ست داشتید میتونید واردش بشید و از همینجا هم به شما این دسترسی رو میده که به محض ورود به نرم افزار شیت ستتون رو باز کنید و وارد کارتون بشید، محیط کارش بشید. Get more templates online هم با کلیک بر روش میتونید وارد وبسایت اتودسک بشید و اینجا هم نمونه‌های مختلفی از تمپلیت‌های آماده براتون گذاشته به صورت رایگان میتونید دانلود کنید و اینجا هم باز تکرار میکنم به واحد اندازه یا یونیت مربوطه دقت کنید که اگر در ایران فعالیت میکنید بیشتر موارد به صورت متریک هست. بنابراین نوع تمپلیتی که دانلود میکنید به یونیت مربوط به فعالیتتون بستگی داره. سامپل دراینگ ها فولدر سامپل در مسیری که نرم افزارتون رو نصب کردید فولدری براتون گذاشته به عنوان سامپل. شیت های آماده، نقشه های آماده براتون گذاشته که به محض نصب این نرم افزار بدون هیچ پیش زمینه‌ای، بدون داشتن شیت های مختلف و دیدن نقشه های دیگه میتونید اینها رو باز کنید و به عنوان نمونه کار ازش استفاده کنید. خب فرض کنید من اوپن رو زدم و فایلی با نام ریبان رو باز کردم و این مورد رو هم با زدن ضربدری که کنارش هست
میبندم من مورد جدیدی که ایجاد کردم و وارد این محیط نرم افزار میشم که از قبل آماده کردم. فرض کنید این محیط نرم افزار یا این صفحه مدلی کردن شما میبینید همون شیت فعالتون هست و پروژه‌ای هست که دارید روش کار میکنید. من در اینجا اسامی تب‌های مختلف رو باهاتون مرور میکنم. ریبان چیست؟ توضیح میدم. تب‌ها چجوری نامگذاری شده؟ پنل چجوری نامگذاری شده؟ موارد با هم خدمتتون میگم که در ادامه درس ها با اشاره به این موارد راحت‌تر بتونید متوجه توضیحات بنده بشید. همطور که میبینید در این بخش مستطیلی با رنگ متفاوت، همطور که با موس نشون میدم اینجا مشخص شده که دستورها و آیکون‌های مختلفی توی این بخش قرار داره. به این بخش در اتوکد ریبان گفته میشه و خیلی از نرم افزارهای دیگه که مشابه این هستن ریبان گفته میشه. به این مواردی که اینجا با نام Home, Insert, Annotate, Parametric, View, Manage, Output و غیره نامگذاری شده تب گفته میشه. شما با کلیک موستون روی این موارد میتونید وارد این تب ها بشید و دستورات مختلف رو ببینید. خطی که اینجا ملاحظه میکنید به عنوان دیوایدر این بخش رو از این بخش جدا کرده. به این بخش هایی که با نام های مختلفی در پایین بخش با نام درا برای مثال مودیفای، انوتیشن، لیرز و غیره نامگذاری شده پنل گفته میشه. بنابراین ریبان، تب و پنل بخش های مهم نرم افزار هستن که باید حتما بدونید و نحوه آدرس دهی برای دستورات در ادامه پکیج و آموزشمون به این شکل خواهد بود که برای مثال اینگونه خواهم گفت که وارد تب منیج میشید و پنل کاستومیزیشن برای مثال. بنابراین ریبان و تب ها رو یاد گرفتید، عنوانش رو، پنل ها رو باش آشنا هستید. هر پنل با توجه به دسته‌بندی که نرم افزار اتوکد براتون آماده کرده نوع فعالیت مشخصی داره. برای مثال پنل درا صرفا برای ترسیم ازش استفاده میشه. دستورات مربوط به ترسیم و کشیدن خط و خطوط، دایره ها، آرک ها، مستطیل و ایجاد هچ ها در این بخش وجود داره. مودیفای تغییرات ایجاد میکنه مثل موو، استرچ، تریم، اکستند، اری، اسکیل و ریز و خیلی از دستورات دیگه که خدمتون توضیح خواهم داد. روش آموزش بنده در این پکیج به این صورتی که شما از تب هوم شروع میکنم. دستور لاین اولین دستوریه که خدمتون توضیح میدم. با جزئیات کامل 0 تا 100 دستور لاین رو یاد میگیرید. در درس بعدی وارد پلی لاین میشید. به طور کامل و 100% دستور پلی لاین رو با جزئیات کامل یاد میگیرید. برای مثال اگر رو دستور کلیک کنید و موارد این چنینی در زیر شاخه ها دیده بشه، به دونه دونه این موارد همونطور که میبینید با کلیک وارد میشم و تک تک این موارد رو با جزئیات خدمتون توضیح خواهم داد. بنابراین ترتیبی که براتون طبقه بندی کردم از تب هوم شروع میشه و پنل دراو به ترتیب این موارد گفته میشه. وارد تب بعدی میشم و این موارد رو تا تب آخر ادامه میدم و تمام جزئیات نرم افزار رو خدمتون توضیح میدم. این بخشی که این پایین وجود داره که من با موس جابجاش میکنم خط فرمان گفته میشه، کامند بار گفته میشه و یا کامند لاین که خود نرم افزار تعریف کرده. در خط فرمان یا کامند لاین یا کامند بار مصطلح هست و خیلی ازش استفاده میکنن. شما میتونید فرمان ها رو تایپ کنید. برای مثال دستور خط رو لاین نامگذاری کرده و شما با زدن دستور لاین تایپ روی این خط فرمان و اینتر کردن میتونید دستور لاین رو علاوه بر این که با کلیک روی این بخش میتونید اجراش کنید، به این شکل هم میتونید اجرا کنید که شما
در این درس کافیه بدونید که کامند لاین، کامند بار یا خط فرمان چیست و کجا قرار داره. میتونید با موستون درگ کنید و به این شکل در بخش پایینی قرار بدید به صورت ثابت. کنترل به اضافه 9 کنترل کیبورد رو بزنید و عدد 9 کیبورد رو بزنید و اوکی کنید، به طور کامل پاک میشه. خیلی از دوستان با این مشکل مواجه شدن، به دلایلی کامند لاین خط فرمان رو از دست دادن. تو این جلسه خدمتتون میگم که کنترل رو نگه دارید، عدد 9 رو بزنید و میتونید به راحتی برش گردونید. یکی دیگه از مهمترین نکاتی بود که بخش های نرم افزار میتونم بگم هستش که خیلی مهمه و خیلی باش کار خواهیم داشت. اینجا براتون مدل اند لی‌آوت رو مشخص کردم. در واقع این بخش های مدل همین صفحه یا مدل هم گفته میشه، مصطلح هست. به این صفحه سیاه رنگ که تغییر رنگش هم در آپشن قابلیت انجام هست رو میتونید تغییر رنگ هم بدید. این صفحه رو به صفحه کارتون گفته میشه، صفحه مدل. لی‌آوت هم بخش مربوط به لی‌آوت پیپر اسپیس، ویوپورت ها که درس بسیار مهمیه، ویدیو مربوط بهش رو حتما مفصل ببینید و لی‌آوت ها رو به بهترین شکل و کاملترین شکل ممکن براتون توضیح خواهم داد. اگر به هر دلیلی این بخش مدل لی‌آوت رو از دست دادید یا پاک شد یا خودتون خواستین به هر دلیل اون رو پاک کنید، OP رو صفحه آزاد یا در واقع در خط فرمان پایین تایپ کنید و اینتر رو بزنید، وارد تب دیسپلی بشید و این تیک رو بزنید. اگر از بین رفته یا حذف شده، ببینید بعد از اینکه تیک رو برداشتم دوباره تیک رو میزنم، حذف شد و دوباره برگشت به حالت عادی. بنابراین حذف مدل لی‌آوت و برگردوندنش از این بخش هست. در مورد OP هم ویدیوی کاملی آماده خواهم کرد که به ترتیب تب ها رو به این شکل توضیح میدم و دونه دونه این موارد رو با تمام جزئیاتی که دارن براتون توضیح میدم، اما در این جلسه صرفا دونستن این مورد کافیه. UCS آیکون هم بحث مفصلیه که توضیح خواهم داد. UCS آیکون به این محور X و Y که اینجا قرار داره گفته میشه. قابلیت جابجایی داره، قابلیت تغییر داره و درس مربوط به UCS آیکون رو حتما ببینید، بسیار مهمه. در این بخش به این گزینه که اینجا میبینید ویوپورت کنترلز گفته میشه. کنترل ویوپورت ها رو اینجا میتونید داشته باشید. اینجا ویو کنترلز و اینجا ویژوال استایل کنترلز هستش که نامگذاری این بخش ها رو صرفا خواستم بدونید. به دونه دونه این موارد میرسیم، توضیح میدم خدمتتون. اینجا با رنگ قرمز اپلیکیشن منیو رو گفتم بهتون که به این بخشی که با آیکون A مشخص شده اپلیکیشن منیو گفته میشه. از مهمترین مواردی که میشه بهش اشاره کرد، اینجا هم لیست کارهایی که انجام دادین، درس هایی که عذرخواهی میکنم، فایل هایی که باز کردید، قبلا استفاده کردید رو مشابه تب استارت ورودی میتونید ملاحظه کنید. تعداد مشخصی برای نشون دادن و نمایش وجود داره. اگه اشتباه نکنم 8 یا 9 تا اجازه دارید حد اکثر اینجا داشته باشین که در آپشن توضیح خواهم داد که قابلیت تغییر داره. اگه خواستید تعدادش رو کمتر هم بکنید میتونید. اینجا هم خط فرمانی وجود داره که ویژگیش نسبت به کامند لاین یا خط فرمان اصلیمون اینه که اینجا اگر دستوری رو تایپ کنید، خوب دقت کنید دوستان، اینجا آدرسش رو هم میتونید پیدا کنید. به ما میگه که لاین در ریبان تب هوم و به این صورت دراو میتونید با این ترتیب برید و اون رو پیدا کنید. ریبان تب، هوم، دراو و لاین. یعنی از ریبان بهتون آدرس داده تا برسید به دستور در پنل دراو. موارد دیگه ای که میشه اینجا بهش صرفا اشاره کرد، اوپن باز کردن، نیو همون نیوی بود که الان در
ورودی نرم افزار خدمتتون گفتم، شیت جدیدی براتون باز آپن، میتونید فایل رو باز کنید، سیو در همین وضعیتی که فعالیت دارید فایل رو براتون ذخیره میکنه، سیو از براتون فایل جدید ایجاد میکنه. منظورم از مبانی ابتدایی برای دوستانی که از صفر دارن نرم افزار یاد میگیرن، صرفا دونستن این موارد هست که مدام بهش اشاره خواهد شد البته در پکیج و یاد میگیرید. درس مربوط به ایمپورت، اکسپورت، پابلیش، پرینت، اینها درس‌های مفصلی هستن که بهش اشاره میکنیم و این بخش هم مفصل راجبش صحبت میکنیم. یکی از مهمترین بخش‌هاش دراینگ پراپرتیز هستش که علاوه بر یونیت و بقیه موارد که صحبت میکنم، این هم در درس مربوط به فیلدها خیلی مهمه و باهاش حسابی کار خواهیم داشت. در قسمت بالا شما کویک اکسس تولبار رو میبینید. اینجا تولباری براتون آماده کرده تا دسترسی سریعتری به پنل ها یا دستورات دیگه داشته باشید. یه دسترسی متفاوت که برای دوستانی که ریبان رو پاک میکنن، حذف میکنن تا محیط کار وسیع‌تری داشته باشن، برای اونها کویک اکسس تولبار بخش بسیار مناسبیه. شما با زدن این تیک ها میتونید مواردی رو به این کویک اکسس تولبارتون اضافه کنید و یا با برداشتن تیک میتونید اون رو حذف کنید. نکته‌ای که در همین درس میتونم خدمتتون بگم، میتونید دستورها رو برای مثال سیرکل رو هم کلیک راست کنید و اینجا این رو میتونید وارد کویک اکسس تولبار کنید. اگر با دستورات خاصی کار میکنید محدود هستن و دوست دارید که این تو این بخش دسترسی سریعتری بهش داشته باشید، عذرخواهی میکنم، میتونید اینجا هم به این شکل با کلیک راست add to quick access toolbar رو بزنید و به اون بخش اضافه میشه. اما نکته مهم اینجاست که بعد از اینکه این رو وارد این بخش کردید، تیکی براش وجود نداره که شما اون تیک رو بردارید تا بتونید حذفش کنید. به هر دلیلی خواستید این رو از اینجا بردارید، مجدد باید کلیک راست کنید روی اون آیکون مربوطه و دستور مربوطه و اینجا remove from access toolbar رو بزنید تا اون رو حذف کنید. صرفا دونستنش در همین حد کافیه. برای درس اول کویک اکسس تولبار رو خدمتتون گفتم. منو بار هم با تایپ منیو بار، ببینید با همین صورتی که اینجا نوشته شده، این فرمان رو میتونید اینجا ببینید. بعد از اینکه منو بار رو تایپ کردید در خط فرمان، کامند لاین یا کامند بار پایین، دو تا سوال ازتون، یعنی دو تا عدد میتونید در جواب سوالی که ازتون میپرسه بدید، یا 0 یا 1. اگر 1 رو بزنم، همونطور که میبینید منو بار به بالا اضافه شد. منو بار در واقع همه مواردی که در ریبان، تب ها، پنل هامون وجود داره اینجا رو به صورت دسته‌بندی متفاوت به این شکل برامون چیده و دسترسی دیگه‌ای بهمون داده. یکی از قابلیت‌های فوق‌العاده این نرم افزار اینه که برای رسیدن به هر دستور و فرمانی چندین راه مختلف براتون گذاشته. اگر شما وارد درا بشید، از اینجا میتونید دستور لاین، اولین دستور این بخش رو اجرا کنید و شروع به کار کنید. به این ترتیب شما برای آوردن یا ایجاد کردن یا نمایش منوبار باید منوبار رو تایپ کنید و عدد 1 رو بزنید و اگر نمیخواید مزاحمتی براتون داره، صفحه کارتون رو کوچیک کرده، به این صورت میتونید منوبار رو حذف کنید. نحوه نمایش و حذف منوبار رو مثل کامند لاین و مدل اند لی‌آوت یاد گرفتید. ویو کیوب هم به این بخش گفته میشه. نحوه نمایش دادن و ندادنش رو هم یاد میگیریم. اینها رو هم در درس مربوط به خودش توضیح خواهم داد. بیشترین استفادهش در بخش سه‌بعدی، اما آشنایی باهاش در درس‌های مربوط به خودش توضیح میدیم و با ترتیبی که عرض کردم این بخش رو ما ادامه میدیم. ببینید اینجا میتونید ویو کیوب رو در تب ویو ببینید که به این شکل هست میشه و بخش پایینیش که نویگیشن بار هست که پن، زوم و اوربیت رو توش میتونیم مثال بزنم. میتونم براتون مثال بزنم. هم از این بخش علاوه بر اینکه یو سی اس آیکون هم از این بخش ببینید این 3 مورد رو از اینجا میتونید حذف کنید، اضافه کنید و ازش استفاده کنید.
موردی که میمونه در این محیط اصلی نرم افزار در این جلسه بخوام فقط بهش اشاره کنم و اسمشو بگم، استاتوس بار یا این بخشیه که اینجا میبینید. ما این بخش استاتوس بار رو دونه به دونه در درس ها که پیش میریم از بخش کاستومایزیشن، ببینید اینجا شما میتونید این رو باز کنید، تیکش رو بزنید و به این صورت آیتم به آیتم، مورد به مورد اضافه کنید. برای مثال من داینامیک اینپوت رو در درس‌های ابتدایی در درس لاین خدمتتون توضیح خواهم داد. اونجا داینامیک اینپوت رو آن میکنیم، اینجا تیکش رو میزنم، وارد این بخش میشه و شروع به کار میکنم. تو این بخش موارد خیلی خیلی مهمی وجود داره و ممکنه با همه این موارد شما کار داشته باشید، ممکنه با بخش‌هایش کار نداشته باشید، اما بنده به اجبار دونه به دونه این موارد رو خدمتتون به ترتیب در درس‌های جلوتر توضیح میدم به صورت مفصل و سوالی براتون تو این بخش نخواهد بود. بنابراین با محیط نرم افزار در این درس آشنا شدید. عرض کردم به ترتیب تب‌های مختلف رو ببینید، ویدیوهاش رو از درس 1 به بعد و از همین درس به بعد دونه به دونه درس‌ها رو با دقت ببینید، تمرین کنید تا به راحتی بعد از اتمام این مجموعه تبدیل به حرفه‌ای بشید. من سعی میکنم هیچ سوالی براتون توی این پکیج نمونه، از پکیج من به عنوان یک مرجع استفاده کنید و اگر به سوالی در مورد اتوکد برخوردید برگردید و با طبقه بندی که براتون و فهرست کردم و انجام دادم به راحتی به اون بخش برید، ویدیوش رو بار دیگر ببینید و جواب سوالتون رو پیدا خواهید کرد. در انتها این توضیح رو میخواستم خدمتتون بدم که تمام رشته‌های مهندسی به عبارتی با نرم افزار اتوکد درگیر هستن. رشته‌هایی مثل معماری، سازه، برق، مکانیک و خیلی از رشته‌ها و شاخه‌ها و زیرشاخه‌های این رشته‌ها با نرم افزار اتوکد درگیر هستن. عرض کردم خدمتتون شاخه‌های فعالیت مختلف رو خدمتتون خواستم بگم در انتها. یکی دیگه از شاخه‌هایی که بجز رشته‌های طراحی مهندسی میتونم بهش اشاره کنم، شما با گذراندن این دوره میتونید به یک مرجع اطلاعاتی تبدیل بشید و تو مجموعه ها، مؤسسات و دانشگاه ها شروع به تدریس کنید بدون هیچ پیش نیازی. به دونه دونه سوالاتی که کارآموزان ازتون بپرسن میتونید جواب بدید بعد از گذراندن این پکیج. بنابراین به عنوان یک منبع درآمد میتونید بهش استفاده کنید. از زیر شاخه های مختلف این رشته های مهندسی که خدمتتون گفتم میتونید استفاده کنید. میتونید تمپلیت های ویژه‌ای بسازید و اونها رو به فروش برسونید. خیلی ریزه‌کاری های مختلف نرم افزار داره که میتونید بهش برسید. داینامیک بلاک، میتونید داینامیک بلاک های خاص ایجاد کنید، ترسیم کنید بعد از اینکه یاد گرفتید و اونها رو به فروش برسونید به شرکت ها. دوستانی که در بخش CNC کار میکنن حتما میدونن که لازم دارن این نرم افزار رو برای کار با دستگاه‌های CNC. برای مدلینگ و پوشاک و کیف و کفش هم یکی از بهترین نرم افزاراست که تو کل دنیا با دقت بسیار بالایی که داره میتونید طرحاتون رو انجام بدید. اگر برش هاتون با دستگاه CNC هست میتونید از همین نرم افزار خروجی بگیرید و توضیح خواهم داد که به راحتی میتونید با دستگاه CNC کار کنید. شاخه های متنوع زیادی وجود داره که من به مهمترین هاش اشاره کردم و امیدوارم که پکیج مفیدی براتون باشه. درس اول رو به پایان میبرم. تا درس های بعدی روزتون بخیر و بدرود.